سلام محمد امین. سلام داشتی بازم میرم. من دارم میرم خمیر دندون میگیرم. الان میام. باش خداحافظ. واسه از محمد امین یه سوال هوش بپرسم. محمد امین حاضری ازت یه سوال هوش بپرسم؟ خب 3 تا در داریم. یه در به سمت یه قاتل معروف باز میشه که مسلحه و در رو باز کنی میزنه. گلوله‌هاش هم از اون آتشی هست. خب یه در به سمت لاوا باز میشه که در رو پاتو بذاری توش دیگه سوختی مردی. یه درم به سمت یه پلنگ باز میشه که 3 سال غذا نخورده. کدومو باز میکنی؟ 100% قاتل. 100% قاتل. چرا؟ چون اگه در مزار باز کنم میسوزم میمیرم. خب ببر رو باز کنم میخواد باز میمیرم. قاتل با تفنگ بزن تا آخر میمیرم. ببر 3 سال غذا نخورده. خب میمیره دیگه. هیش. خب من رفتم خمیردم. واسه اینه دیگه هم بپرسم. خب این دفعه میگی. خب یه لفندک دستته که فقط یه بار میتونی روشنش، الان دست نیست، یه بار میتونی روشن کنی توی یه اتاق سرد و تاریک، خیلی سرده و تاریکی چی دیده نمیشه. یعنی شومینه هست، یه دونه شم هست. کدوم اول روشن میکنی؟ یه بار میتونم لفندک آره. استفاده کنم. اول کدوم روشن میکنی؟ شم. چرا؟ شم میتونم مثلا دستم نگه دارم، هم هواشم جمع شم، در پیدا کنم از کنم میرم. اول فندک رو روشن میکنی دیگه. سلام یاسین. سلام. رفتی خمیر دندون گرفتی؟ آره خریدم. میخوام انتقام اون سوال ها رو بپرسم. چه زیبا بپرس. یه سوال میپرسم اگه تونستی بگی. خب برقای یه خونه رفته. خب. قضا دارم کنی. برقای یه خونه رفته. یه لال هستش. اول میان زنگو میزنن. یه لال هستش، یه کور هستش، یه دونه ناشنوا هستش. این اصلا دست و پا نداره. کدومی در باز میکنه؟ یعنی لال هستش که نمیتونه در رو باز کنه. چرا میتونه ولی خب میشنوه لاله. یعنی کر هست اصلا نمیشنوه صدای زنگ و اینو بخیال میشه. اینم بدون دست پا بود. چی بود؟ اونم که حتی بشنوه نمیتونه در رو باز کنه. حتی دادم میزنه که باید خودش باز کنه. به نظر من لاله، چون حداقل به در رو باز کنه با دست میتونه اون بفهم دیگه. الان من اول گفتم برقا رفته چطوری من باز کنه؟ زنگ برقا رفته بود. حالا اصلا یه سوال دیگه بپرسم. بابا بذار برم کار دارم. یه سوال دیگه بپرسم بعدش. ببین یه درخت نارنگی هستش، یه دونه میمون هستش، یه دونه فیل هستش، یه دونه زرافه فکر کنم. کدوم میتونن زیاد مزرم کنن؟ ببین فیل که نمیتونه اصلا بره بالا درخت. زرافه هم که 2 ساعت میخوره. میمون به نظر من میمون میتونه موزا جمع کنه. من اول گفتم درخت نارنگیله. بعدش گفتیم موز.